امروز میخوام اشپل کوکوی گیلانی درست کنم که همون خاویار ماهیه که بهش ما میگیم اشپل. خب موادی که من میخوام استفاده کنم نزدیک بالای نیم کیلو اشپل ماهی یا خاویار ماهیه، مقداری شوید فلفل تند، برگ سیر که خودم از باغ کندم، 2 تا پیاز رنده شده و سیر رنده شده، نمک، فلفل، زردچوبه. همینا رو من استفاده میکنم، بسیار خوشمزه میشه. اول اشپلا رو با 2 تا چنگال خوب بازش میکنیم که یک دست بشه. فلفل ها رو خرد میکنیم. برگ سیر، بعد دیگه شوید، خوب خرد میکنیم. پیاز و سیر هم رنده میکنیم. حالا همه این مواد میریزیم توی کوکو که همون اشپل، نمک، فلفل، زردچوبه، بعد دیگه 4 تا تخم مرغ. اینم چهارمی. حالا خوب به هم میزنیم، تو مایتابه سرخ میکنیم. کمی فلفل، نمک، کمی روغن میریزیم. حالا مواد میریزیم، سرش میذاریم با شعله کم بپزه.